کار اجرایی کردم سالها، آشنا هستم. دو جور انسان قضایا رو میبیند. گزارش های خوبی برای انسان میاد، گزارش های کامل به حسب ظاهر، هیچ ایرادی هم نداره، درست هم هست گزارش ها رو آدم میخوانه و مباحثه هم میکنه. لکن اونچه که محصول این گزارش هاست با اونچه که محصول نگاه از نزدیک است وقتی مورد گزارش رو انسان میره نگاه میکنه، یک فاصله بسیار زیادی. فاطمه بود اسمت دیگه. تو که سنت انقدر نیست که بدونی که آقای رئیس جمهور یه درسی داره و شاید بعضی درس نداشته باشن. مسئولیتی که به تو سپرده شده است این رو طعمه ندان. این یک طعمه نیست که بیافتی روش و بنا کنی دو بدین چنگ و دو بدون چنگال خودت رو، شکمت رو، زندگیت رو بخوای رنگین کنی با این کار. نه، این یک فرصت ارزشمندی است برای اینکه خدمت کنید، کار کنید، ذخیره درست کنید برای خودتون. این حالا حرف اصلی ما و حرف اولیه ماست. به حمدالله هم آتش کار و انگیزه کار در این دولت هست، هم عناصر و نیروی کارآمد و کاردان در این دولت هست. این شرط حاصل است.